بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید سعید فطر را برای همه مسلمانان جهان، خصوصاً به شما ملت شریف افغانستان، تبریک عرض نموده. الله سبحانه و تعالی عید سعید فطر را از سر همه من و شما به خوبی و زیبایی سپری بگردانه. عزیزان و بزرگواران، ماه مبارک رمضان، صیامش، قیامش، دعا و تضرعش، تمام عباداتش همه فضل الله بود، لطف الله بود. مهم اینه که عباداتی که در رمضان انجام دادیم اثراتش در جان ما، در زندگی ما و در فکر ما و در اعمال ما باقی بمانه. روزه رمضان که گرفتیم، بعد از رمضان خود را حفظ کنیم، نشه که خدای نخواسته در روزهای عید تحت عنوان شادی به سراغ گناه و معصیت برویم. الله می فرماید قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. چی وقت خوشحال باشیم؟ وقتی فضل الله شامل حال ما باشه. رمضان فضل الله بود، لطف الله بود، مهربانی الله بود. پس این که فضل الله شامل حال ما گردیده، ما باید خوشحال باشیم، روزهای عید به خوبی و به خوشی سپری کنیم. خوشی و خوشحالی ما، شادی ما باید موافق به شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم باشه. پس برادر مسلمان، خواهر مسلمان، همانطوری که در رمضان گناه و معصیت را آتش زدی و سوختاندی، در روزهای عید کینه، بغض، عداوت و دشمنی اینها را کنار گذاشته دست همدیگر را با مهر و محبت بفشاریم و کینه و بغض و عداوت و دشمنی دور بیندازیم، در جایش مهر و محبت و صفا و صمیمیت داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی روزهای عید از سر همه مسلمانان جهان به خوبی و به خوشی سپری بگردانه، خصوصا از سر ملت افغانستان که در یک صلح و آرامش و در یک امنیت کامل انشاءالله به اذن الرحمن روزهای عید سپری بنمایند. شاد و موفق و سرفراز و سربلند باشید. از همه شما تشکری میکنم که کلیپ های روزانه بنده را شما تعقیب می نمودید. الله برای من گوینده و برای شما شنوندگان عزیز توفیق عمل عنایت بفرماید. یک بار دیگر عید سعید فطر برای شما عزیزان و بزرگواران تبریک عرض نموده. الله طاعات و عبادات همه ما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.